سلام عزیزان دلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام راجع به جمع‌بندی باهاتون صحبت کنم. توی این روزهایی که دیگه نهایتاً 1 ماه 2 ماه تا کنکور فاصله داریم، بهترین فرصت برای جمع‌بندی هستش و امروز هم این ویدیو رو من اختصاص دادم به بحث جمع‌بندی. اول اینکه ببینیم جمع‌بندی اصلا چیه و چرا اصلا جمع‌بندی مهمه. این رو اول بدونیم با هم دیگه. ببینید بچه‌ها، ما معمولا برای آزمون‌های جامع نیاز به جمع‌بندی داریم. اما چرا؟ فرض کنید 6 روز بعد شما یه امتحان زیست دارید. از 5 فصل. شروع می‌کنید امروز فصل اول رو می‌خونید، فردا فصل دوم، همینجور فصل سوم، چهارم و پنجم. پا میشید روز ششم میرید سر جلسه. چه اتفاقی میفته؟ سر جلسه فصل چهارم و پنجم رو خیلی خوب جواب میدید، اما فصل اول و دوم خیلی سخت به ذهنتون میاد و عملا خالی باقی میمونه. چرا این اتفاق میفته؟ چون مرور خوبی نداشتیم. شما آخرین مطالبی که خوندید رو خوب تو ذهنتون میمونه، ولی مطالب اولیه‌ای که خوندید رو بدون مرور معمولا زیاد تو ذهن آدم باقی نمیمونه. پس جمع‌بندی میشه یک مرور جامع که همراه با دسته‌بندی و نظم دادن به مطالبی باشه که من خوندم. این میشه اون چیزی که ما برای جمع‌بندی بهش نیاز داریم. حالا با چه هدفی ما جمع‌بندی انجام میدیم؟ اولین هدفمون که راجبش توضیح دادم، مرور مطالبی که خوندیم. ما وقتی یک مطلبی رو میخونیم نیاز به مرور داره تا تو ذهنمون تثبیت بشه. ما تو این دوران دنبال همین مرور هستیم تا توی جمع‌بندیمون یه مرور کامل و جامع از مطالبی که خوندیم داشته باشیم. مورد دوم بحث نقاط ضعفمون هستش که خیلی هم مهمه. همه ما وقتی یه مطلب رو میخونیم برای اولین بار و روش کار میکنیم، حتی ازش تست هم میزنیم، یک سری چاله چوله های آموزشی داریم. اون چاله چوله باید پر بشه تو این دوران جمع‌بندی. اون چاله چوله همون نقاط ضعفیه که میگم. یه مطلبی رو خوندم خوب تست نزدم، یه مطلبی رو با بی‌دقتی خوندم، حواسم جای دیگه بوده، خودم میدونم خوب نخوندم. این همه میشه نقاط ضعفی که ما داریم و باید تو این دوران حسابی جمع و جور بشه. و مورد آخرین هدفمون از بحث جمع‌بندی، بحث اعتماد به نفس و اون راحتی خیالمونه. شما وقتی یه مطلب رو جمع‌بندی میکنید، وقتی یه مطلب رو مرور میکنید، یه حس اعتماد به نفسی میدید. میگید آخه جیگرم حال اومد، الان این مطلب رو کامل بستم، واسه امتحان آمدم. اون حسه خیلی سر جلسه اعتماد به نفس میده بهتون و دیگه شما از تستا نمیترسید، درگیر تست میشید، میدونید که آماده اید برای هر تستی که بیاد، چون همه تیپ ها رو مرور کردید. پس راحت تر میشینید سر جلسه، با اعتماد به نفس بیشتری میشینید و این خیلی اهمیت داره. جمع‌بندی 3 مرحله داره. مرحله اول رو من به طور کامل تو این ویدیو بهتون توضیح میدم و مرحله دوم و سوم میمونه برای ویدیوی بعدی. مرحله اول که معمولا 2 هفته طول میکشه، البته بسته به هر دانش آموزی متفاوته، میتونه کمتر یا بیشتر باشه. تو این مرحله دنبال این هستیم که مطالبی که خوندیم، دقت کنید بچه‌ها، خوندیم رو دوره کنیم. دنبال مطلب جدید نیستیم. اینکه چرا تاکید کردم رو جلوتر توضیح میدم بهتون. توی این ویدیو اول چند تا نکته خیلی مهم، کارهایی که باید بکنید و کارهایی که نباید بکنید توی دوران جمع‌بندی رو بهتون توضیح خواهم داد و توی بخش بعدیش درس به درس بهتون توضیح میدم که هر کدوم از درس‌ها رو چه نکاتی رو باید رعایت کنید براش و چه جوری بخونید بهتره. پس بدون هیچ گونه اتلاف وقتی بریم سراغ بخش اول. بریم سراغ چند تا نکته کلی. نکته اول، هیچ مطلب جدیدی رو توی دوران جمع‌بندی نخونید. اما چرا؟ خوندن این مطلب جدید معمولا ظرفیت ذهنی زیادی رو میطلبه، انرژی خیلی زیادی میخواد از شما تا یه مطلب جدیدی رو یاد بگیرید، در حالی که ما هم تایم محدودی داریم و هم انرژی محدودی. پس بهتره این انرژیمون رو تو این تایم محدود صرف مطالبی کنیم که قبلا خوندیم و اونها رو مرور و تثبیت کنیم. پس توی دوران جمع‌بندی خوندن مطلب جدید ممنوعه. مورد دوم، همه مباحث رو مرور کنید اما نه تمام منابعتون رو. یعنی چی؟ اگر من همه زیست رو خوندم، توی دوران جمع‌بندی باید تمام فصل‌ها رو دوره کنم، اما نیاز نیست همه تست‌ها رو از دوباره بزنم. فقط تست‌های مارکتون،
به علاوه خیلی مهمه تستای کنکور اون مبحث که داخل کتاب کمک درسیتونه و نهایتا آزمون‌های جانبی که میزنید که حالا توی درس‌ها توضیح خواهم داد منظورم چی از آزمون‌های جانبی. این میشه منابع تستیتون. توی خوندن درسایی که حاشیه‌نویسی و نکته نویسی کردید مهمتر اون حاشیه‌ها و نکته هاست. پس تمام منبعتون رو نمیخواد تستاش رو بزنید، به صورت انتخابی تستای مهم که همون تستای مارکدارتون به علاوه تستای کنکور میشه ارجحیت داره. حالا یه دانش آموز میاد میگه من تا حالا اصلا تست مارک نکردم، چیکار کنم؟ تستای مارک کتابتون، معمولا تستای کتاب حالا تحت عنوان پلاس و نمیدونم VIT و فلان و اینها مشخص شده، اونها رو بزنید. درست شد؟ و اگر هم حتی اینها هم کتابتون نداشت، مضرب 3 چیزی که تمام تستا رو حدوداً دیده باشید. توی دوران جمع‌بندی بریم سراغ نکته سوم. توی دوران جمع‌بندی خلاصه هاتون رو حتما مرور کنید، یا اگر هم خلاصه نویسی نکردین خلاصه نویسی انجام بدید، خیلی به دردتون خواهد خورد، مخصوصا توی مرحله سوم. اما به یک شرط، خلاصه نویسی نباید زیاد ازتون زمان ببره. بعضی از بچه‌ها میان مثلا یک فصل رو مرورش ممکنه ازشون 40 دقیقه زمان ببره، 3 ساعت طول می‌کشه خلاصه نویسی کنن. این کار رو انجام ندید بچه‌ها. اگر خلاصه نویسی میخواد ازتون زیاد زمان ببره، خلاصه نویسی نکنید. برید سراغ کتاب‌های خلاصه‌ای که توی بازار هم خیلی زیاده، چه برای زیست، چه برای شیمی، چه برای حتی ریاضی و فیزیک و زمین. کتاب‌های خلاصه نویسی شده داریم، خلاصه دروسه، اونها رو استفاده کنید که در قالب جداول و نمودار هست. ولی گفتم اگر خودتون فکر می‌کنید زمان زیادی ازتون نمیبره، اولویت با اینه که خودتون خلاصه نویسی رو انجام بدید. بعدی، ترجیحاً سراغ منبع جدید نرید. من میگم بهترین منبع واسه جمع‌بندی همون منبعی که تو طول سال باهاش کار کردین، یا اصطلاحاً من میگم باهاش خودمونی شدید، میشناسید چم و خمش و اینکه زبان طراحش چیه. واسه مرور کردن مطالب تیپ‌های تستی بهترین منبع همون منبعی که داشتین. منبع جدید اضافه کردنش احتمالاً چون با سبک و سیاق طراح، با زبان طراح آشنا نیستین، احتمالاً براتون یه کمی دردسر میشه. بچه‌ها ممکنه بگن خب برای زیست دیدن زبان‌های مختلف طراحا خوبه، درسته، آره حرفتون، ولی ترجیحاً اونها رو در قالب آزمونایی که جلوتر توضیح میدم وارد کنید، نه کتاب جدید. مورد بعدی، خوابتون رو تنظیم کنید. بهترین دوران واسه تنظیم خواب همین دوران 2 هفته‌ای مرحله اول جمع‌بندی است که گفتم. سعی کنید خوابتون هم سمت صبح هم سمت شب تثبیت بشه. ساعت خوابتون رو کاملا منظم کنید و خیلی هم محکم باشید سرش. اینکه حالا نیم ساعت 1 ساعت جابجا شد نه، اگر رو 7 تنظیم میکنید، 7 معمولا واسه این دوران بهترین وقت، حالا زودتر باشه خیلی بهتره، ولی 7 معمولا استانداردشه. 7 بهترین تایم فعلا، حالا زودتر هم باید بشه تا 11 شب. ساعت خوابتون رو سعی کنید کمتر از 6 ساعت نباشه. حتما رو 6 ساعت تنظیم کنید که به بدنتون آسیب نرسونید. سلامتی بسیار مهمه براتون تو این دوران. پس تنظیم ساعت خواب یکی از مهمترین چالشاییه که باید داشته باشید. مورد بعدی، آزمون ها. بچه‌ها تو این دوران تا میتونید آزمون بزنید. آزمون جامع، آزمون مبحثی فرقی نمیکنه. تا میتونید آزمون جامع رو داشته باشید. آزمون ها بچه‌ها نقاط ضعفتون رو بهتون نشون میدن. آزمون ها حتی ارزیابی میدن به شما که آقا این مروری که انجام دادی چه کیفیتی داشت، آیا نقاط ضعفتون جبران شد یا نه. من میگم بهترین حالت آزمون دادن اینه، قبل از اینکه این مبحث رو بخونید یه دونه آزمون ازش بزنید، نقاط ضعفتون در بیاد، برید سراغ اون نقاط ضعف حسابی کار کنید و بعد از اینکه مرور کردید هم یه دونه آزمون از دوباره داشته باشید که ببینید آیا مرورتون فایده داشته یا نه. اما بریم سراغ آخرین نکته از این بخش. خیلی از مشاورات، چه من چه بقیه، تاکید میکنم بچه‌ها سر جلسه سعی کنید تست سخت رو از تست متوسط و آسون تشخیص بدید. خب بچه‌ها میگن آقا تو که میگی به قول معروف بیرون گود نشستی میگی لنگش کن، ولی من که نمیتونم تشخیص بدم. من چیکار کنم؟ بهترین دورا برای تشخیص اینکه چه سوالی رو بزنم سر جلسه، چه سوالی رو رد شم ازش، همین دوران جمع‌بندی. تو این دوران شما تست زیاد میزنید، آزمون زیاد میزنید بچه‌ها.
تو این قالب تست ها و آزمون ها سعی کنید پیدا کنید که چه مباحثی برای شما چالش برانگیزه، سر جلسه نباید بهش جواب بدید و چه مطالبی خیلی راحته و مسلط هستید و سر جلسه بهتر همون بار اول بهشون جواب بدید. ممکنه یه دانش آموزی مشتق براش سخت باشه، این دانش آموز باید بدونه چجوری توی تحلیل همون آزمون هایی که انجام میده که آقا مثلا من وقتی میرم سراغ مشتق نمیتونم تستش رو راحت حل کنم، زمان میبره ازم، پس توی کنکور دور اول مشتق رو رد میکنم، توی دور دوم حلش میکنم. شناخت این که چه تیپ تستایی واسه هر دانش آموزم فرق میکنه و واسه من آسونه چه تیپ تستایی سخته تو این دوران انجام میشه. این هم بود آخرین نکته ای که از بایدها و نبایدهایی که تو این دوران جنبندی باید انجام بدیم. بریم سراغ هر درس و راجع به هر درس صحبت کنیم. خب بریم سراغ اولین و مهمترین درسمون، یعنی درس زیست. برای درس زیست بچه بهترین روش جنبندی این است که الان میخوام بگم بهتون. بهتر جنبندیتون رو با این مرحله شروع کنید. 2 تا آزمون جامع از خودتون بگیرید، یکی از پایه، یکی از 12. این 2 تا آزمون رو خیلی خوب و پدر مادردار تحلیل کنید. تمام نقاط ضعفتون رو از تو دل آزمون بکشید بیرون، کامل تحلیل کنید بچه ها. چه مبحثی، کدوم گفتار، کدوم بخش مشکل داشتید. این میشه بخش اوله جنبندی زیستمون، یعنی 2 آزمون دادم، نقاط ضعفمو پیدا کردم. حالا میرم سراغ چی؟ میرم سراغ مرور مباحثم و مخصوصا تاکید روی نقاط ضعفم. بهترین روش که میتونید زیست رو تو این دوران بخونید که نزدیک کنکور هست مبحثی خوندنشه. چرا؟ چون کمک میکنه تستای ترکیبی رو راحت‌تر بزنید. یعنی چطور؟ زیست رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. خب خیلی زیاده حالتهای مختلف. این حالت که من میگم یکی از حالتهایی که خب خیلی خوبم هست. بخش اولش رو بذارید روی بخش جانوری، میشه گفتارهای آخر زیست پایه به علاوه فصل 8 12. بعد برید سراغ بخش انسانی. بخش انسانی میشه گفتارهای اول، دوم، حالا بعضا سوم فصلهای اولیه 10 و 11 به جز گیاهی ها. بخش بعدی برید سراغ زیست مولکولی که میشه فصل 1 دهم، 1 و 2 12، 5 12 و 7 12. برید سراغ این فصل، این میشه زیست مولکولی. بعد برید سراغ ژنتیک. ژنتیک میشه 3 و 4 12 و ترکیبی با 6 و 7 11. یعنی حتی بعضا میگن 6 و 7 11 بهتره با ژنتیک بخونید، فرق زیادی نمیکنه، ولی خب ترکیبی هاشو حتما سعی کنید تو بخش ژنتیک بخونید. و بخش آخرم که میشه گیاهی هامون، 2 فصل انتهایی 10 و 11 و فصل 6 12. این فصل رو اینجوری که گفتم مبحثی بخونید، تستای ترکیبی انتهای هر فصل رو حل کنید. مثلا گیاهی ممکنه شما دارید فصل 7 10 رو میخونید، یه دفعه از فصل 6 12 ترکیبی کرده باشه، خب حتما اون سوالا جواب بدید. و نهایتا بهترین کاری که میتونید بکنید انتهای هر مبحث یه کویز یا یه آزمون جامع از اون مبحث داشته باشید. مثلا جانوری رو میخونید، یه کویز جامع از جانوری داشته باشید. انسانی رو میخونید، یه کویز جامع از انسانی که مرور خودتون رو ارزیابی کنید. این میشه بهترین روشی که میتونید زیست خودتون رو جمع‌بندی کنید. و نکته پایانی راجع به زیست بچه‌ها، حواستون باشه موقعی که دارید منابعتون رو بررسی میکنید، مهمترین و اصلی ترین منبع برای ما توی دوران جمع‌بندی کتاب درسی زیسته. از کتاب درسی غافل نشید، حافظه تصویری خیلی خوبی براتون میسازه. کتاب درسی منبع اصلیتون باشه، روی مباحثی که نقطه ضعف میشه واسهتون، حالا توی آزمون ها و غیره پیدا کردید، روی اینها خوب تاکید کنید، مرور کاملی داشته باشید. اما روی مباحثی که تسلط دارید مرورتون سریع‌تر باشه. سعی کنید هایلایت هاتون رو حتما بخونید، حاشیه نویسی اگه داشتید حتما مرور کنید، نکته نویسی اگه داشتید نکته هاتون رو مرور کنید و یه جمع‌بندی کامل از این فصل‌ها و مخصوصا نقاط ضعفتون توی درس زیست داشته باشید. خب بریم سراغ درس ریاضی. بدونید بچه‌ها کلا برای درس ریاضی و فیزیک بهترین روش جمع‌بندی مرور با تسته. منظور از مرور با تست چیه؟ توی درس زیست خب ما 2 تا آزمون دادیم، بعدش مستقیم وارد مباحث شدیم، خوندیم، ولی تو این درس ها این کار رو نمی‌کنیم. تو این درس ها ما معمولا اول میریم سراغ تستنی از مباحث، هر جا فراموش کرده بودیم، هر جا دیدیم ضعف داریم یا تسلط نداریم میریم سراغ جزوه. مثلا فرض کنید من شروع کردم حد رو دوره کردم،
حد اوکی هم همه تستاش تا میرسم به حد در بی‌نهایت. یادم رفته، فرمولش خاطرم نیست، روش حلش یادم نیست، میرم سراغ جزوه اون تیکر رو از دوباره میخونم. حواستون باشه اگر کلاس کنکور رفتید، یه استاد خوب داشتید که یه جزوه کامل داشت، سعی کنید مثالهای جزوه رو حل کنید، نه تست خوانی. بچه‌ها نمیگم بخونید، حلش کنید. چرا؟ چون معمولا اساتید کنکور 90% تیپای تست کنکور رو جزوهشون پوشش داده و با خوندن و حل کردن اون جزوه تقریبا 90% تیپای تستی کنکور رو دیدید و خیلی ارزشمنده. و نهایتا چیزی که راجع به ریاضی میتونم تاکید کنم اینه، اگر مبحثی رو حذف کردید ولی خوندید، حالا سر کلاسش رفتید یا خودتون خوندید به خاطر آزمون ها و غیره، حتما تو این دوران تست های متن جزوهتون رو حل کنید یا درسنامه. ولی دیگه نمیخواد تست اضافی ازش بزنید. مثلا یه دانش آموزی میگه من هندسه رو از بیخ حذف کردم، خب که حالا اشتباه توی ویدیو دیگه راجعش صحبت خواهم کرد، ولی الان این دانش آموز تنها کاری که باید انجام بده اینه بره سراغ هندسه، تستای متن جزوهش رو یا درسنامه‌اش رو حل کنه، دیگه نمیخواد تست اضافه بزنه. این کار رو هم انجام بده تا مرحله دوممون که توضیح خواهم داد توی ویدیو بعدی که واسه ریاضی بهتره چه کاری انجام بدیم توی مرحله دوم. این هم بحث ریاضی. اما برای فیزیک مثل ریاضی برخورد میکنیم، یعنی اون توی بحث ریاضی هم گفتم با تو مرور با تست رو داریم، اما یه فرق اساسی داره. هر سال توی کنکور 2 تا 3 تست کنکور از مباحث حفظی و مفاهیم فیزیکه. باید توی دوران جنبندی هر مبحث رو که تست میزنید ازش تحلیل میکنید و نقاط ضعفتون رو جبران میکنید، برید سراغ متن کتاب درسی و اونجا حفظیات رو هایلایت کنید. ما هر فصل فیزیک تقریبا، حالا یه فصلای بیشتر یه فصلای کمتر، یه سری نکات حفظیاتی داره. اون نکات حفظیاتی رو توی این دوران باید هایلایت کنید، زیرش خط بکشین و کلا جدا بشه از متن کتاب درسی که چیکار کنیم توی مرحله سوم جمع‌بندیمون که نزدیک کنکور است اینها رو حتما دوره کنیم. باز هم تاکید میکنم توی اینجا هم آزمون زدن بعد از دوره هاتون و قبل از دوره هاتون خیلی بهتون کمک میکنه. اگر مثلا میخواید فصل 2 11 فیزیک رو مرور کنید، بهتر اول یه آزمون جامع بگیرید از خودتون از فصل 2 11، تحلیلش کنید، نقاط ضعفتون پیدا بشه، برید داخل مرورهاتون تستاتون رو بزنید و بعدش یه آزمون جامع دیگه بگیرید که دومین آزمون باشه و بتونه خیال راحتی واسهتون به وجود بیاره که درست جمع‌بندی کردید. برای فیزیک مثل ریاضی برخورد کردیم با یک تفاوت که توضیح دادم بهتون. بریم سراغ جمع‌بندی شیمی. توی شیمی بچه‌ها چند تا نکته رو میگم حتما تو ذهن داشته باشید. نکته اول، تمام حفظیات رو بخونید بلا استثنا، حتی فصلایی که حذف کردید. حفظیات بخش خیلی مهم شیمی داره میشه توی سالهای اخیر و از دست دادنش ممکنه چند تا تست مختلف رو، چون ترکیبی هم طرح میشه، از دست بدید. مورد دوم، سعی کنید مباحث رو مبحثی بخونید. یعنی چی مبحثی بخونید؟ مثلا فصل 1 دهم رو با فصل 1 11 تا سر شیمی عالی بخونید، بعد برید سراغ شیمی عالی، فصل 1 11 شیمی عالیش، فصل 3 11 و فصل 1 12 تا سر اسید و باز. بچه‌ای که استوکیومتری رو خوندن و میخوان دوره کنن حتما فصل 2 دهم و 3 دهم بخش استوکیومتری فصل 1 11 رو با هم بخونن. بعدش برید سراغ فصل 1 12 و 4 12، چون بحث تعادل توشون مشترکه، بهتر با هم خونده بشن. بعد فصل 2 11 رو بخونید و نهایتا فصل 2 و 3 12 رو حتما ازش غافل نشید. اینجوری یه جمع‌بندی خوبی از مباحث شیمی به صورت مبحثی دارید، مباحثی که نزدیک به هم هستن. و نهایتا مورد آخر، برای بچه‌ای که توی مسائل مشکل دارن، بهتره یه روتینی طرح بشه که هر شب به صورت شبانه 5 تا تست مسئله حل کنید. باز هم برای بچهای ضعیف، اونهایی هم که میخوان حذفیات برای شیمی داشته باشن، 3 فصل رو هیچ وقت حذف نکنید. فصل 1 دهم، 3 12 و 4 12. فصلهای خیلی ساده اما پر بازدهی هستن. این هم میشه بحث جمع‌بندی شیمی. اما بریم سراغ زمین، درسی که سال پیش خیلی ها رو غافلگیر کرد. خب بعضی از بچه‌ها اصلا نزدن زمین رو و نشون داد که ضریب کم به نشانه بی اهمیت بودن درسه نیست. توی زمین بچه‌ها سعی کنید درس به درس و مطالب رو خیلی ریز و جزئی بخونید. سالهای اخیر خیلی داره تستا به سمت جزئی شدن توی زمین میره، مثلا سال پیش که زمین اهمیتش هم خیلی واضح بود.
پس خیلی موشکافانه و جزئی بخونید متن کتاب رو. زمین بخشایی داره به شدت حفظی، سعی کنید اونها رو در قالب نمودار و جدول و غیر خلاصه نویسی کنید و بارها مرور کنید تا بشینه توی ذهنتون. این درس تنها علاجش مرور خیلی زیاده. اگر مرور به اندازه کافی نداشته باشید هیچ موقع نمیتونید روش به تسلط برسید. حتما تست ها رو کامل بررسی کنید. حتی اگه تست های مارک کم نداشتید، طبق چیزی که تو مرحله قبلی گفتم اینجا خیلی مهمه که تست های مارک خود کتاب، یا حتی من اینجا توصیه میکنم تست های مضرب 2 رو بزنید که اون مروره بارها واسهتون رخ بده. زمین شناسی رو اصلا ازش غافل نشید. دوران جنبندی دوران بسیار خوبی هستش که توی زمین شناسی به تسلط نسبی برسید. اما سخن پایانی، رفقای گلم که تا اینجا مسیر خیلی زحمت کشیدید، میدونم مسیر کنکور اصلا مسیر ساده ای نیست. اگر کسی تا الان بهتون نگفته، من همینجا تو همین ویدیو بهتون میگم حسابی خسته نباشید. به خودتون ببالید، چون خیلیا تا اینجای مسیر نرسیدن، چون تا دیدن سخت شد رها کردن این مسیر رو. ولی دم شما گرم که پای هدفتون وایسادید، پای چیزی که میخواید وایسادید و تا اینجا اومدید. امیدوارم این بخش مسیرتون رو هم به خوبی طی کنید، چون کسی که تا اینجا اومده واقعا لیاقت رسیدن به اون چیزی که میخواد داره. شما لیاقت رسیدن به اون هدفی که واسه خودتون در نظر گرفتید رو دارید. امیدوارم مطالبی که تو این ویدیو گفتم براتون مفید باشه و یه جنبندی خوب و کامل رو توی دوران جنبندی داشته باشین. یادتون نره اگه ویدیو واسهتون مفید بود حتما لایک و ساب کنین و برای دوستانتون هم ویدیو رو بفرستین. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.